سلام دوستان، به کانال خودتون رادیو شبونه خیلی خوش اومدین و مرسی که روی این ویدیو کلیک کردین. توی این کانال داستان‌های واقعی از گوش و کنار دنیا برای شما روایت میکنم و ازتون خواهش میکنم برای حمایت از من لایک و سابسکرایب کنید و علامت زنگوله رو بزنید تا اولین نفر از ویدیوهای ما مطلع بشید. امروز با یه پادکست جدید در خدمتتون هستم. من یه آقایی هستم که یک بار ازدواج ناموفق داشتم و از اولین ازدواجم صاحب 2 دختر شدم که پیش مادرشون زندگی میکنن. اونا ازدواج کردن. من تنها بودم تا اینکه با یه خانومی آشنا شدم. اونم متارکه کرده بود و فقط یه دختر داشت که پیش خودش بود. بعد 6 ماه که با هم آشنا شدیم دیدم زن خوبیه. با هم ازدواج کردیم. الان 10 سالی میشه که ما با هم زندگی میکنیم و هیچ مشکلی نداریم. فقط یه مشکل اصلی که برام پیش اومده دختر همسرم هست. این دختر خیلی پرخاشگر شده بود و همیشه با هم بحث و دعوا داشت و بیشتر وقتا میگفت چرا پول کم میدی؟ باید به هم پول زیاد بدی. اون همیشه محیط خونه رو شلوغ میکرد. و شاهد کارای ناشایستش بودم تا اینکه آخرش هم به جاهای باریک کشیده شد و دخترونگیش از بین رفت. من نمیگم مقصر نبودم چون میتونستم اون از اتاق بیرون کنم، ولی با دیدن اون صحنه به کل هوش از سرم پرید و خیلی پشیمونم که چرا من این کارو کردم. آخه من با زنم زندگی فوق‌العاده‌ای دارم. بعد اون اتفاق دختر زنم مدام منو تهدید میکرد. باید فلان چیزو بخری، باید این کارو برای من انجام بدی، وگرنه به مادرم میگم چی کار کردی. در صورتی که به خدا تو این 10 سال مثل دختره خودم بود و براش هیچ کم و کسری نذاشتم و هیچ وقت هیچ نظری بهش نداشتم تا اینکه خودش اومد ازم خواست. خیلی از این کارم پشیمونم. واقعا مونده بودم تا کی حق سکوت بدم به خاطر کاری که من شروع کنندش نبودم. مجبور شدم براش گوشی خریدم. از یه طرف نمیخواستم زندگیم از هم بپاشه و بی‌آبرو بشم چون شخصیت خیلی مهمی هستم. از نظر اجتماعی در سطح بالایی هستم. نمیخوام آبروم بره. مونده بودم چی کار کنم تا اینکه دختر خوندم. دانشگاه قبول شد. یه ترم نرفته بود با پسری آشنا شد که زود اومد خواستگاریش. بعد 6 ماه نامزدی رفت خونه بخت. خدا بهم رحم کرد. دست از سرم برداشت. وقتی رفت سر زندگیش نگاهاش بهم عوض شده بود. و از اون موقع رفتارش با هم سنگین شد. خودم هم سعی میکردم جلوی دیدش نباشم. دوستان منتظر نظراتتون هستم. ممنون از همراهیتون. پایان.